مبارک گله جو مبارک 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 عروسی تو مبارک بیا برای وزی ولایت ما و تو دست مرا بگیر و من پیار تو جای برویم که از بیمار شوی تو از غم من از غم پیار تو مبارک مبارک عروسی من مبارک 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 عروسی من مبارک دل بر بدله بلا دل بر بدله بلا بخی چه کار تو؟ چه کار گیلا؟ صدا دکتر کوچه میایه خوندن و عروسی منه بخی دیگه بخی بعد دیگه خوندن نکن حالا تا کوچه بیان صدا تو میام بخی بخی بگو بشی گیلا بخی چی فرق میکنم آقا تو کار دارم چی کار نمیتو بگو میشتم امروز سبا عروسیتون عقلم سرتون آمد عروسی من به عقلم چی کار داره عروسی من به عقلم چی شیر من یا چیز راست شیر چیز نگره لکن بگی که 60 نفر چاپون بکشتی بود آدم ها اشتباهی به خان افتاده نه میگم سخت آدم ها اشتباهی به خان افتاده چرا؟ از میفهمیدیم گیلا دیده خوب دختر خوب مفته میداد بان دست نمیگرفت من خیلی ممنون ایده دو پا مفتن هستم من خیلی ممنون عزیز دل در چراغ دل من با من گپ مفت تو نمیگم همین خسروری خوشی و خسر تو میگم اونا برابر یک پشت پیاز اینا اونا اگه میگی نمایی بیفایده گیلا بیفایده چی گفتم؟ تو گفتی نمیگه پای که بود گفته شد دیگه اون نگفتی که ما با دیخو میگیریم گیلی رسه کن هم هرچی که من نگفتم هم هرچی که نانه نگفت امی خسر تو امی خوشو تو امی خسر تو نیه نانه کنانه برای بسرا کچی نرفت میگم هرچی ما گفتم نانه گفت فقط خسر تو خسرورات تو خوشو تو امی هر دو بخورم یک کش کرده که مگرم تالار و شهر باشه که بده عروسی معنی نمیده اینجا سیکو شهر هست سیکو 35-40 کیلومتر راه گیرم این شهر؟ شهر ما فرمایش هم بازم تالاره کدی فرمایشه؟ میگن که تالار هم به 64 متره باشه خدایی به سری اینا میخوره تالار هم مگر به 64 متره باشه هیچی دیگه فایده نداشت آخر ما بخسته گفتیم بردی آمدیم هیچی به هیچی مجبوریم که به شهر بگم بگیریم گیره لیلی ما چی میگو؟ لیلی ما چیزی نمیتونست بگه از ترس پیار مادر خود چیزی نمیتونست با اشاره میکردی میگرفتی گیلک از کجا بیاره اگزم پول فایده نداره گیلک بگم تالار بگیریم به شهر خلاصی گپ بود بابا تو مغز سر تو خیلی ببیزی 60,000 پول ما به تو تالار میدم امال چیزی تمامار نمیشه چی کار میکنی؟ مشتیخان میشه خسور تو بگه به شهر ما بگیم بده مشتیخان چی خودی ها؟ میایی برم چپا کنم موزه بزنم که تنش سیاه به شما نرسه با خدا دیگه رای نداره یا مجبوریم صبر کنیم که تا پول پیدا کنیم به شهر تالار بگیریم یا که بدی معرفی کنیم ماشو مکو از این خوشی و خسور خیر ندن خدا به خیر خوشی اینا در بلد کنه خیلی باشه نون بده و او بده و یم خسور من به دنبال اینا خوشی من به دنبال خیر به خیر خوشی بده یا قبیل به خوشی بیوشی تهم زمین ها بمونه ممه بیوشی تو این تا هر به جنگ بودم خودیم هر به جنگ بودم همین تا تون گفت میزدم به خیر خوشی بیوشی خوشی ما یک کلمه دیگه میگفتم جو خسور طور میخواست بس لب چرا میگفتن خبری ها نگفتی خبری ها شما خوب میام خبر میگه خبری ها همه کارتون کلونایا یعنی همه چلتر پولدار هم بسی واسه میگه بده نمیای برسی یکی میگه بده عرسی نمیای به شهر بگیر اون هم 64 متره باشه که خبری ها بیای خبری ها ممکن خدایی عرسی که لب کرد و 64 متره بگیریم این تگیل جو خبری ها ممکن عباس خبری ها ماما بیتا چهار بکن تا دگاه ها به کاگل میشیرم یعنی دیلک پولدار خبری ها بده نمیای آجو
خدا داره تو اینو حیواز نیکار به کاغل تاخد نگاه خود میگیره. آره که گفته گیلک مجبور نی برف رو بکن دیگه چاره نیه. بگن صبر کنی صبر میکنی. باشه که من کار میشم. صبر میکنی یعنی میگم تو شش ماه. ما ها. بچه من ولی گوار بفروشیم یک زنگ بزنیم خصوص خیلی بزرگی بکن. بکن. اگه خیلی باشه میداره. در دهنم بعد نموزر از تو بعد منیم هیکاجی بعد میگه. من زنگ میزنم. وقتی این لیچی بالش این کمپال مدیالا برو. چی کار دارم؟ برو. اکو باید مارچی. نه فیصله میکنه. نه چی میگه؟ فیصله میکنه. نه. میشه از 70,000 پول کدام اینا میره کار خرج میشه. خاک. من اینجا ریزی شده. اصلا به فکر از این کار نیه. اصلا نمیگه که همین دیگه همین ترکتوره. سلام یار قدیمی ما. اشتگی پیار خوشحالی کجی جان گل. چیال اول دارم برار من خیلی معذرت دستام سیاهه. اشتنم برار پیار خیلی سلامت. چی گپ گفته؟ قرار غریری یار طرفا شما چی گپایه؟ قرار غریری برار. چه کار شد با خودی ترکتور کروانی؟ همین ترکتور برار این ترکتور نیه بار قامه با ما. هیچی براری تیار نمیشه. یک گوشه میگیری یک گوشه دیگه میگیری خرابه، یک گوشه میگیری یک گوشه دیگه خرابه. چی گپای برار مه؟ قرار غریری یار خوشحال هستین؟ الحمدلله. کجا بودی برار؟ همین تو بیامدون کمکی به پیش ما کار داشتم. تو ماد ما گیلا گشتنه مادر اینا صبح بیامده بیدن. میگی شکر خوبه. میگم جان خودی همین دومات خود گیلک بسازیم. مادر ازی بیامد مر جلو رو کرد که بیان خودی شما گپ زنون سی کنیم همین معامله عروسی شکار میشه. اینا رمزون اغدر تبنیت ندارن که شما لذت کردیم تا خوب یک کش کردیم که همین مجلس به تالار بگیریم به 64 بتره. اینا میگم ما اغدر دست سوای نداریم اغدر پول پله نداریم که ما بریم هم تالار بگیریم هم مثلا خبریار از این جیبو بریم به شهر و شهر اونا رو برداریم بیاریم بده همین کاری بکنیم که میگن نسیخ بچیزن کباب همین جیبا به همین ده بگیریم قرار کرده 4 نفر خبر شما کنین 4 نفر اونا خبر کنن بیای عروسیگاه خوب کنین آدم خور دارم برم دنیا گلستون کجی جان بله تو برار منی رفیق 20 ساله منی خیلی همون خواهر خورم که من بدادم به گل روی تو آدم نبیدی به گیلک نمیدادم خیلی حالا کم جواب گپ تو گفته نشه گیلک اشتباه که گیلک بد که پول نداره اقدام پا به عروسی میگذاره 1 سال 2 سال دیگه هم بسته که پول پیدا کنه بره به تالار لوکس عروسی خور بگیره گپ یک گپ مرغ یک لنگ داره سکرم ازون ایسته که تو میگی ای تم نمیشرفه تو کاری بکو کم میگن نه سیخ بسوزنه کباب تو به قصد کباب و سیخی نباش بگذار که یا سیخ بسوزی یا کباب بیا از این سیخ و کباب مگاری بخیری بفهمیدی که جی جان بله به قصد سیخ و کباب نباش برارمه من یه خوار دارم 100 رقم هرمون مراد دارم ناگفته نمونه من اصلا نسب دارم اسم رسم دارم مرته که فلانی میگی یا عروسی خوار خو بتا دیگه 4 نفر خبر کمی تا هرمارش عروسی کردم برفتم برات کار خو حال سویا بالا رفته حال دخترها با تالارا لوکس عروسی مایم همیته که گیلک برار تو لوکس مایه خوارم هم لوکس مایه رمزون سیکو تو برو من همون خوار خور بدهدی به می خوارزاده مگیلک حالا کم مر بیام آدم جلو کرده گو خوار مر بیام گو برو همیته که تو گیلک دومات کردی همیته بیا برو عروسی رو تو بگی امی رفیقتونه امی دوستتونه امی اگپتونه خواهیش بیا برو خودی بیا رمزون گبزه خودی سراورده اینا گبزه ما دست وای نداریم که اینا لذت کردن ای تعریسی کلونه بگی شهر بگی همی که توقع کردی که خوار خور بده به گیلک خوارزاده می بدی روی تو خودی هفت شما آباد خیر بیدی خدا پیرک شما رو بیامرزه زنده بشید سلامت باشید شما رو همچنین سکو برارم من چی میگم همی که رو تر به زمین ننداختم گفتم خیر آن خوارزاده خود خوار خور میدم به خوارزاده تو میدم ازی بیشتر دیگه با رو نندا به پیش ما برارم که اقدام رو تر ور ندارم نگی که همی رمضان رفیق 20 ساله بود همی آدم همی رو مرور ندش
دست دگه برار نی برداورد حل کردم نی اگه عروس مجلس معوای گرفتم به خوارمه به پچولگی ایبرتی گنده جولی همین تا تیر کردم تا حاله کاری که دست گله خوارزاده می بیامده به خوار شما دریق نکرده همون چیزی که میگه عدوس پرگه گله خدا او از او هم به زن خو خیلی خدمت کرد خیلی برداور کرد ولی حالی که نداره عروسی به شهر نمیگیره خود شما قبول کنید میگم من یک چیزی به تو بگم من تو حالی میگه اپا به تو نگفتم کوتاهی سخن همی گله خوارزاده تو میای به خونه ما با گل روی همی خوار ما نباشه من که میفهم من او به اندازی از او عقل کمال ندارم من با گل روی همی خوار ما نباشه دید نداره که ما رو ببینه به مو خونه یکی همون خوار من مایه به خاطر که زنه نه آیا مادر ما آدم نیه ما آدم نیم پیار ما آدم نیه من امیر به تو میگم عروسی خوار ما به دست منه من نخواسته باشون خوب من اگه نمیخواستم سر اون فاتی دست بند دست خوار من نمیگیری گیله ما به خاطر که تو رفیق میبودی خوار خوب دادم برای او حالا کم یا 64 متره عروسی کردن با مادر هم بگفتم صبح یا ای که 1 سال 1.5 سال لگم پول جمع کنم عروسی کنم عروس کدام عروسی نمیگیره به طول زندگی خود یک دفعه عروسی میکنه آدم گله مجبوره بره به ایرانی به هر جامعه بره من میگم به لس آنجلس بره یعنی بره لال از کی میمونه یعنی از کی شما میمونه رازین که گله بره به آه ایران من رازی و ما تو رازی که پیش مردم بره عروسی خشر پشتی بگیرم تو ایش رفیقی چیزی که دست ما بیای حتی میکنم حال کسی به قصد دست نیه حال مرتکه داری پیدا میکنی 20 پر خرج میکنه تو به قصد دست نباش تو به قصد شرایط باش که شرایطی میتونه خدا حافظ تو دقیقه دلازار نشی که جیجو من می که روی تو وردشتون خوارزاده خوبه دادم خوبه دادم به خوارزاده تو همون تو داده به کلاه خور به هوا بنده براد حاله که برادمه دقیقه دلازار از ما آدم نشی دیگه از دست ما کار ساختن ما هم دوست دشمن داره ما هم سیال و دیال داریم ایتا نمیشه حالی عروسی ها حالی بده خشر پشته میگه هرچی کش کنی همون درو میکنی حالا کم تو به گلگ همی تو ظلم کنی به حقی همی تو با ظلم هم میبینی یعنی چی ظلم میبینم؟ تو ظلم میکنی دیگه میگی مگه عروسی لکسی بگیره به شهر بگیره به تالار خوبی بگیره نور خوبی بده عروسی لکسی بکنه خدا او هم نداره میگم نداره نه بره بشینه به خود کمتر خبر کنه بره بشینه به خونه خود 6 تا نون بخوره آمین زامینم به خیر باشه خیر به یک پچولگی که جی جان سکو میگه دو زبور فنیتا در خونه او تماریق زردگه از رفاقت ما و برادری ما از خوبی ما استفاده نکو ایک زد توقع نداشته باش که من عروسی خوار خور بدی بگیرم برادم دل جان باش پشت بکو برو سرک 64 متر تالارایی و یانه که 1 سال لگه بستکه بخیر بشی یاره برادر بد شرایط شده ایتا بد شرایط شده خوب که مرتکه حال بزی دور زمانه همه زرکر رفیق خود طمع و گله داره ابرار خونه داره تو سعی که امی کجیره برادر اسلام با این ریز سفید استاد کردن که تو بیا برو به پیش ازی با ارزخواه که عروسی ما چون بدی بگیریم چکار کنه عروضی که امی گیلک دوماد ما شد که ما خیر نیا پیشکش دیدن نیا برداود نیا مجلس معوا حالا کم سر عروسی و کبو شده ما پیش 100 تا رفیق و سیال و دیال و قوم خیش و دگه ما فرض مثال عروسی رو بدی بگیرم به خشت پشرگی به پچولگی نمیتونی لالا 1 سال 2 سال لگه هم بسته کرد پول پیدا خود تنه خور به کار ده برو عروسی خور لکس بگیر که همه مردم دست به دندون بمونه حالا که بیا از یه میت شرایط شده که دری په پیدا میکنی 20 لیتر میخوری متکه نون خونه خور نون خوردن خونه داره میبینی بیترین عروسی میگیره به سیالداری ما از کی میمونه خوار ما از کی میمونه وای 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 شرایط عجیب شرایطی شده که ما حال به دوست خود رفیق و که برار دینی ما بدون وقتی کجا میری؟ چی دمک برم بعدش بیام به پیش بابا و نانه که بیایی همی که جیر برد خودی همی رفیق خود رمزون قد زنه همی که گلک جلو روی گور کرد این نمزاد دار کرد همی خواه رمزون بداد برای عزی همی تم بیایی بره جلو روی کنه همی عروسی ری نانوال زد کردم رمزون و خواه که عروسی به 64 متر به شهر بگیریم
ما نداریم او در دستبال ما وانیه که ما خبریا خور داریم ببریم به شهر عروسی کلونی به شهر بگیریم به تالار لوکسی بگیریم. همین جگاه بده خدا و 100 نفری اونا خبر کنن 100 نفری ما خبر میکنیم همین عروسی میکنیم کلاخو میکنیم آدم خور میداریم میبریم. خب گفتم من میرم دادا من میرم خودی رمضان رفیق و گپ میزنم سعی کنم چی میگن. حالا برفتم به پیشی و میگه خدا و سال مرغم به یک لنگ داره گیلگ 1 سال 2 سال دیگه بره بشینه کار کنه زحمت کشه هر دم که پول پیدا کرد بره عروسی خوبش بگیره. ما عروسی به دل نمیگیریم ما عروسی لوکس ماییم به مو تالالا لوکس ماییم همو تا خوب ماییم. او را جو نمیرفتیم تو که میفهمی که همین چیز را که باید همین زنگی لک را که باید نمبری خاطر تو دادن کنم از اون طور میشنو برفتی روی اندازی که دیگه نشده کم کار گنده میشه دیگه تو هم خاطر هر موضوعی طور جلوی میکنه تو هم میری میگه تکرار نمیداره رو مرتکب شرم و خب من میشه که برون خدا جنجال کنه که تو حدمی مگر جمع گلجوش که خوب رانه نمی همین دسته قهده بیا مطلع جلو فرق و فمی خواره رمضان بیا برو بستو ببی بچه می گفتم خوبه مگر یعنی تم جلو شما عروسی رم بکنو که دل جمع شیم. حال نمیشه که من مگر مثلا گرو پس کردم به دوم برسوندم دوم برم تا بگذارم بر نوان نرسونم برم برات کار خب بگون خود شما میفهمیم و کار شما حال مگر کار خلاص کنم. ما برفتم مدت رمضانیش چی حال بچه وقت از این پای برار دینی و اینا کجی اینا چی نمیشه با خدا تو برفتی از پیش خود تو برید کلی گرد دیگه قبول اینا قبول نکرده باشم کجا میرستی؟ من برای تو به سلام میرم برو برای کار نبری برو